جهان و نه از تکفیر میترسم، نه از دار و نه شلاق و نه از تعذیر میترسم. پس از داغ جوانم سوختن چون عادتم گشته، نه از دوزخ نه از آتش نه زخم تیر میترسم. دلم شد آب دیده زاب اشک و داغ فرزندم، نه دیگر زاب دیده تیزی شمشیر میترسم. چنان گفتار بی‌معنی ادیان گشته بی ارزش، که دیگر نی ز اصل گفته نی تفسیر میترسم. ز شمشیر تحجر تا قلم براتر است اکنون، نه از اندیشه‌ام گفتن نه از تحریر میترسم. جوابم را چون نتوانسته چاقو میکشد ملا، نه از ملا نه چاقوکش که شد تکسیر میترسم. نه زان ماموت عهد سنگ و قانون زنازارش، نه زان مجنون که کردین آیه ها تقریر میترسم. فقط یک درد در جانم مرا شاید بترساند، از اینکه مردمان را دین کند تخدیر میترسم. اسمم سروره، بچم و شوهرم در ایران به خاطر مخالفت با قانون دین کشته شدن. جه همون ملت ایرانی را سلاو و رس از روژبهان 2000 جزاروکن سیمورگی ای آریایی از جگولاران رادیا توندریم رسان دنگ مج ایرانی را و همون ملت ایرانی را دا خاصی من او کو دبه شورش دا دست خوب ده هب و به یکرتی و آینا قنج و پوچ آ انسان کش به دل و بروخینه. هر زمان از غم هجر تو من دل خستم، همچو بالا پر بشکستم. بی تو ای ساگر زمان بیقرارم، هر زمان از غم هجر تو من دل خستم، همچو مرغی بال و پر بشکستم. چه شود آن نظاره بر دلت
صدایی رو که شنیدید از لحظه انفجار، لحظه پیش و پس از انفجار در حسینیه‌ای بود در شیراز. زمانی بمب منفجر شد که در حقیقت مراسم عزاداری این بچه مسلمان ها قرار بود به پایان برسه. چراغ‌ها روشن شده بود. تعجب نکنید، این تنها حسینیه است در شیراز که در تمام مدت سال برای حسین عزاداری میکنه. هر هفته شنبه ها. این محل فقط شنبه ها در اختیار مردم است. واقع در لوکسترین و مجللترین بخش شهر شیراز، در منطقه ثروتمندان و محل رفت آمد و در حقیقت محل آموزش های روانی ایدئولوژیک بسیجی های فعال، خواهران زینب و پاسدارهای انقلاب منحوس اسلامی. افرادی که در این محل گرد هم می آمدند همان کسانی هستند که 1 ساعت قبل و یا 2 ساعت قبل آن در محلهای مختلف، سر چهارراه‌ها، در کارخانجات، در مؤسسات، در هر جایی که محل گماشتن اونا هست به مردم گیر میدادن و مشغول زورگویی به مردم بودند. همونایی که به زنان گیر میدادن، همانهایی که در سرکوب‌های اخیر شرکت داشتند، همان کسانی که در مبارزات مدنی اخلال میکنن، همون لباس شخصی ها و همون کثافت ها که تنها قدرتشون اینه که دست جمعی به یک دختر بچه حمله بکنن و احیانا به اون تجاوز بکنن. ولی این صداشون بود، صدای زجه زدنشون، صدای جیغ و فریادشون که شنیدید. این صدا رو بچه‌های انجمن برای ما فرستادن، نه برای اینکه پخش بکنیم بلکه برای اینکه قدرت این ماجرا رو ما بدونیم. صدا توسط فردی در محل ضبط نشد، بلکه این صدا هر هفته از طریق اینترنت، مثل همین رادیو اینترنتی که ما داریم، به سراسر جهان پخش میشه. یعنی میشینی خونت ضبطش میکنی و این تنها سند درست از جریان انفجار بمب است. از این ماجرای انفجار بمب در حسینیه شیراز حدود 10-11 ماه هست که میگذرد و یارانی که اخبار این حرکت رو پیگیری کردند متوجه شدند، متوجه درماندگی رژیم در نخست که نمیدونستند چی بگن و چاچوله بازهای خارج کشور، دستیاران رژیم جمهوری اسلامی مثل آقای نوریزاده، وایس آف امریکا، BBC و سایر خبرگزاری ها نخست احتمال این میدادن که نمیدونم حنفی ها، سنی ها یا نمیدونم این کسان این کار رو انجام دادن، در صورتی که در همون لحظات نخست ما بیانیش رو حدود 15 دقیقه بعد از رسیدن خبر به دست ما، یعنی سریعتر از CNN، سریعتر از BBC، ما خبرش رو به اکثر رسانه های آمریکایی، اروپایی و رسانه های همین وطنی، تلویزیون پارس و
چنل وان و همه اینا 15 دقیقه بعدش توسط فکس روی میزشون بود. بچه ها خبر این که یک حرکت خشن قراره انجام بشه رو حدود 3 هفته قبلش به ما اطلاع داده بودن، اما اینکه چه حرکتی قرار است انجام بشه رو نگفته بودند. بخش پایینی اون بیانیه پیش از انجام عملیات نوشته شده بود، به ما ابلاغ شده بود. بخش بالایی اون که یک جمله بود، پس از انجام موفقیت آمیز عملیات توسط تلفن به ما اطلاع داده شد. رژیم حدود 4 هفته یا بیشتر 4 تا 6 هفته نمیدونست چیکار باید بکنه، چی بگه. نخست برای جلوگیری از آبروریزی گفتن که یک سانحه بوده، بعد از 6 هفته در سردرگمی، و از این طرف هم تبلیغات ما بالاخره فهمیدن و توی رسانه هاشون اعلام کردن که سلطنت طلبها بودن. سلطنت طلبهای بیچاره هم که به خودشون خیس کرده بودن، وحشت زده در این وسط پریده بودن و شروع کردن به تئوری های مختلف. بله، رژیم میخواهد این کار رو بکند برای اینکه ما رو نابود بکند، ما خیلی مبارز هستیم، طرفدارای ما روز به روز داره افزایش پیدا میکنه و از این جور مزخرفات که هنوزم دارن میگن. آقای نوریزاده، آقایون توی تلویزیون پارس، آقایون سلطنت طلب ها و تو این ماجرا دموکرات ها و تمام بیکاره های سیاسی که تا این زمان چرت می زدن، اونا وارد صحنه شدن. بله، رژیم یک توطئه عظیم برای قلقم مبارزین طراحی کرده و میخواد این جریان رو به گردن مبارزین صادق، همین بیکاره ها منظور خودشون بود، بندازه و ما رو قلقم کنه. و ما مرتب از طریق رادیو تندر توضیح میدادیم که بیکارای الاف برآشفته نشین، اگر رژیم خواست کاری بکنه باید بیاد سراغ ما. رژیم در صورت این کار را میتونه بکنه که کسی مسئولیت اون رو به عهده نگرفته باشه و در این مورد تکاوران انجمن پادشاهی مسئولیت این انفجار رو به عهده گرفتن. دیگه وحشت چی دارید؟ از چی میترسید؟ اگر کسی اومد خیر شما رو گرفت، اگر دادگاهی برای شما تشکیل داد، بگی که آقا اینا گفتن، اینا خودشون مسئولیت رو به عهده گرفتن. مسئولیت رو تکاوران انجمن پادشاهی به عهده گرفتن. از رادیو تندرم اعلامیه‌اش و بیانیه‌اش پخش شده. دیگه مسئله‌تون چیه؟ مرتبا این ابلهان استدلال می‌کردن که همان گونه که رژیم در مرقد این رضا کفترباز در مشهد بمبی منفجر کرد و به گردن مجاهدین انداخت و مجاهدین هم قبول کردن، این جریان هم به همون شیوه است. جمهوری اسلامی این بمب رو منفجر کرده که یکی این مسئولیت رو به عهده بگیره و یا به گردن کسی بندازه. مزخرف. اولا کاری که مجاهدین انجام میدن با کاری که جمهوری اسلامی انجام میده هیچ تفاوت نداره. هر دو مسلمان هستن، هر دو در استقرار جمهوری اسلامی شرکت دارن و آلترناتیو مریم جون در پاریس هم اسمش جمهوری اسلامیه. اگر نمیدونید برید در اسنادشون از همین مجاهد خوشگلا که میان طرفتون ازشون بپرسید آقا جون برنامه شما برای آینده کشور چیه؟ قانون اساسی شما چیست؟ و اصرار کنید که سند رو به شما بدن. برای اینکه به این راحتی نمیدن، برای اینکه خجالت میکشن. بهشون بگین که سندی رو که شما برای آینده کشور و این رئیس جمهور منتخبتون میخواین ارائه بدید چیست؟ با اکراه سندی رو به شما خواهند داد که روش نوشته جمهوری اسلامی ایران. مجاهدین با جمهوری اسلامی
هیچ تفاوتی ندارن. اونها برادر کوچولوتر هستن. اونها کسانی هستن که سر سینه مرغ و لنگ مرغ با هم دعواشون شد و برادر بزرگتر تو گوشش زد. اینا هم آواره شدن. گفتن حالا که میزنین ما میریم برای پلوی برادر صدام و از اون به بعد هم کار سنتی خودشون انجام دادن. کار اسلامی و سنتی خودشون. فروش میهن، دریوزگی، وطن فروشی، خیانت و جنایت. مجاهدین هیچگاه برای آزادی میهن دست به اسلحه نبردند. مجاهدین همیشه برای دربند کردن میهن دست به اسلحه بردند. اونها همیشه جوانان میهن رو کشتند برای اینکه اسلام رو مستقر کنند. این اسلام علی رو خواست مستقر بکنه و ملاها و کسانی که اکنون بر سر جمهوری اسلامی مستقر هستند اسلام محمد رو. کاری که تکاوران انجمن پادشاهی انجام دادند اعلام آغاز تندر دوست. ما در جلسه پیش از این جلسه پیش ما هدر رفت برای اینکه میبایست به این چاچوله بازها پاسخ میدادیم. ما در جلسه پیش از این برنامه‌های انجمن پادشاهی رو ردیف کردیم براتون. گفتیم از چه مراحلی گذشته. گفتیم دوران سخن پراکنی، دوران آموزش، به دوران عمل، دوران دست بردن به اقداماتی که منجر به سرنگونی این رژیم می شود آغاز شده. ما دشمنان زیادی داریم و این دشمنان کوشش دارند از فروپاشی این نظام جلوگیری کنند. الان قدرت‌های جهانی با شلوغ کردن صحنه و با ورودشون در منطقه کوشششون این است که به این جنازه در حال مرگ تنفس مصنوعی بدند و دوباره اون رو سر حال بیارن. اسلام در حال مرگ است و اتحادیه اروپا و آمریکا و روسیه و حتی چینی ها و حتی کشورهای فینقلی که اندازه نارمک تهران هم نیستند مانند دبی، ابوظبی و این فینقل مینقلی ها در خلیج همیشگی فارس، اونها هم علاقمند هستند که یک چیزای شبیه احمدی نژاد، حالا اگر اون نشد یه چیزی شبیه مریم جون، حالا اگر اون هم نشد یه چیزی شبیه اونها با افراد مختلفی وارد صحنه بکنم. مهم این است که پاشنه آشیل ایران، یعنی این جرثومه 1400 ساله سر پاش بمونه. اسلام لطیف، اسلام لایت. و روسبی های سیاسی فراوانن، اینها فراوانن، وطن فروش ها فراوانن. از همین مجاهدین شروع کنیم. حرف حسابشون چیه؟ چی دارن میگن اینا؟ خانم مریم رجوی الان مجاهدین جشن بزرگی گرفتن زیرا اسم آنها از لیست تروریست های اتحادیه اروپا خارج شده. یعنی چی؟ انجمن پادشاهی نه تندر نه هیچ کدومش در هیچ یک از کشورهای جهان به صورت رسمی ثبت نشده. برای چی؟ برای اینکه به محض اینکه یک سازمانی در خارج کشور به ثبت میرسه اون سازمان متعلق به ایران نیست. اینا محتاج این هستن که اروپا تاییدشون کنه. یعنی چی؟ آیا برای اینکه کشورتو میخوای آزاد بکنی باید یک کشوری تو رو تایید بکنه؟ آیا ما برای آزاد کردن میهنمون باید از آمریکا اجازه بگیریم؟ آیا ما برای آزاد کردن میهنمون باید از اتحادیه اروپا اجازه بگیریم؟ کسانی که میخوان معامله بکنن بله، اونها میرن اجازه میگیرن، اونها مرتب باید مشورت کنن، اونها منتظر این هستن که کسی چراغ سبز بهشون بده. و ما میدونیم و همه میدونن
کسی که چراغ سبز نشون میده میتونه اون چراغ رو بزنه روی زرد و بعدم بزنه روی قرمز. کسی که منتظر چراغ سبزه پیش از این خودش رو فروخته. کسی که منتظر تایید یک قدرت بیگانه است مدت هاست که شرافت و حیثیت و میهن خودش رو فروخته. آقایون سلطنت طلب ها، بیکاراهای سلطنت طلب، مفخورها که در خارج نشستند و در کنار جمهوری اسلامی دشمنان ما هستند، همپیمانان طبیعی این رژیم هستند، همپیمانان طبیعی این اصلاح طلب ها هستند، همپیمانان اسلام هستند. اونها چی میگن؟ ببینید دیگه، نگاه کنید تمام هوادارانشون رو ببینید چی صحبتی میکنن. میگن الان تنها کسی که میتونه به ایران کمک بکنه آقای رضا پهلوی است. میپرسیم چرا؟ چه علتش چیه؟ به خاطری که ایشون روابط حسنه‌ای با تمام جهان دارن و ایشون میتونن رهبر باشن. کسی میتونه رهبر باشه برای نجات ایران که خود راه رو بدونه. کسی که خوبه به خاطر اینکه روابط حسنه با تمام کشورهای جهان داره و دربارهای کوچولوی کشورهای اسکاندیناوی و اروپایی محل رفت و آمد ایشون هست، او نمیتونه به هیچ وجه به نفع ایران کار بکنه، حتی به عنوان آدم منفرد. حالا اون مقاماتی که این بادمچون درقابچینه های درباره که آقا رضا میگن، نمیدونم اعلی حضرت، سمبل، نمیدونم بامبول، اونا رو حالا بذاریم کنار. حتی به عنوان یک فرد معمولی نمیتونه خدمت بکنه به میهن، برای اینکه آزادی میهن با مشاوره قدرت‌های جهانی اتفاق نمیافته. آزادی میهن در درون میهن اتفاق میافته به دست همون افرادی که در آغاز برنامه بهتون گفتم. زمانی که قدرت قهریه رژیم رو سرکوب کنی، راه باز میشه برای حضور شما در صحنه. همینجا میتونید متوجه بشید چرا مخالفین ما به ما حمله میکنن و یک کار دلیرانه رو همزبان با محسنی اژه‌ای، همزبان با سازمان اطلاعات جمهوری اسلامی کاری تروریستی قلمداد میکنن، همزبان با اونها کاری مترادف با عملیات تروریستی مجاهدین برابری میکنن. برای اینکه این حرکت بدون وابستگی به هیچ قدرت جهانی، این حرکت فقط و فقط به دست بچه‌های دلیر ایران اتفاق افتاده و کمر رژیم رو خرد کرده. وحشت مخالفین ما از اینه. آقای روی خط جناب شاهرخ اومد، آقای مسعود، ما میشناسیمش. ایشون یکی از چاپلوس‌های اون زمانی دربار حالا من این دربار رو به شوخی میگم ولی باید از نظر اینا گفت، چاپلوس‌های دربار استاد فولادوند که حتی زمانی که ایشون با تلفن ساتلیتی در حال حرکت بود و هر دقیقه حدود 13-14 دلار خرج برمی‌داشت، از اونجا زنگ میزد و حضرت عالی و همون حرفای چاپلوساناشو میزد. ایشون خودش رو روزبهان صفر نامید. بهتر جناب شاهرخ از ایشون یا کسان دیگه از ایشون بپرسن روزبهان خراسانی یعنی چی؟ سرنوشتشو و شخصیتش رو طرفداران فولادوند باید بدونن. طرفداران بی غیرت فولادوند در آمریکا باید اینو بدونن. روزبهان خراسانی کسی بود که قد علم کرد در خراسان و خواب رو بر چشم تازیها آشفته کرد و سربازهای اونها رو میکشت و صحبتش این بود: نماز نباید باشه، روزه نباید باشه، مال، اموال و زن مسلمین بر ما حلال است.
و هر کجا آنها را دیدید باید بکشید. حالا این جونور اومده و میگه افراد خطرناکی در اینجا هستن، در همین ایتو. اینها به جای اینکه آخوندا رو بزنن رفتن بچهای مردم رو زدن. این همون خانم صفاری که در صحبتشون از شیعیان محترم صحبت میکرد. اینا خب از دهنشون میپره، ولی وقتی از دهنشون میپره مشخصه این است که افکار توی مغزشون چی هست. چرا از دهن من نمیپره؟ ببینید اولش این مخالفین میگفتن که رژیم این حرکت رو انجام داده و هدفش هم این است که بیان خیر ما رو بگیرن. بعد از 9 ماه 10 ماه مشخص شد که خیرتون رو نگرفتن. پس بهانه‌تون چیه میپریم به ما؟ اگر هم کسی اومد سراغتون، آدرس تلفن ما همه چی هست. شماره 818 921 7075 این پای خطم هست. بهشون بگین آقا اونجا زنگ بزنید. اونایی که اطلاع دارن از انفجار شیراز بهتون خبر میدن. دیگه بهتر از این آقا مسعود، دیگه بهتر از این اگه کسی به شما بنگ کرد تلفن دنگ میزنی، ما از زندان درت میاریم. نه، مسئله این نیست. مسئله وحشت قدرت‌های بزرگ که با آوردن تئوریسین هاش، این تئوریسین ها هم اجازه بدین یک بار گفتم یک بار دیگه میگم، این تئوریسین ها در تینک تانک های سازمان حراست سپاه پاسداران و سازمان اطلاعات قدیم، این تئوری ها اونجا پرداخته میشه و توسط افرادی در خارج کشور پخش میشه. این افراد در خارج کشور و در رسانه ها الزاماً هیچ کدوم اطلاعی ندارن که این اطلاعات از سازمان اطلاعات میاد، این تئوری ها از طریق سازمان اطلاعات میاد. نه، اینها عداوت و دشمنی با این جریان دارن خود به خود. تنها چیزی که سازمان اطلاعات باید انجام بده اینه که خوراک فکری به اینها بده. و کار ما به عنوان بازوی تبلیغاتی درست همینه که تمام این صحبت‌ها رو با دقت گوش بدیم و پاسخشو بدیم. پاسخ ما قانع کننده تره، زیرا ما دنبال فکر درست میریم. اگر این فکر غلط باشه میذاریمش کنار. هدف ما آزاد کردن میهنه، هدف ما اجرای یک شورای قشنگ نیست. هدف ما آزاد کردن میهنه. هر ایده و هر حرکتی که به این سمت و این سو کمک بکنه ما میقاپیمش روی هوا. ما به این کاری نداریم آیا این نظریه و یا این گفته پیش از این از سوی نمیدونم لنین مطرح شده، از سوی چگوارا مطرح شده، از سوی فرود فولادوند مطرح شده، از سوی نهرو، گاندی و سایر کسانی که برای مملکت خودشون و میهن خودشون زحمتی کشیدن. ما برگ سفید هستیم، روی این برگ هر چیزی که خوب است میتونیم بنویسیم. به خاطر همین هم کسانی که با ما مخالفت دارن همیشه وحشت دارن از مناظره. من در اینجا از رسانه ایتو، از همه مخالفین کی هستین؟ آقای شایان کاویانی باشه، آقای شایان کاویانی هم میپذیریم، خانم صفاریان بله میپذیریم، خانم آقای انصاری هستن. هر کسی با نظریه ما مخالفه و فکر میکنه نظرش درسته و فکر میکنه راه حل او بهتر از راه حل ماست برای آزادی میهن، راه حل او بر اساس تجربه نتیجه بهتری داده، من حاضرم باهاش مناظره بکنم در همین مکان، در همین ایتو، خیلی جای خوبی هم هست، در همین جا باهاش مناظره میکنم، شما قضاوت کنید، یکی اون میگه یکی من میگم. من به شما قول میدم هر کسی وارد این مناظره بشه 10 دقیقه اول لنگ رو خواهد انداخت، به شرط اینکه شرایط مناظره مناسب باشه.
اینها تنها زمانی قهرمان هستند که بیان یک هوچی بازی در بیارن، یک نفر بیارن، یک حرفی بزنه، یه شلوغی بکنه، بعد بلافاصله حرف مقابل رو ببندن. این تنها شیوه است که راستشو بخواین 1400 ساله که بر کشور ما حکم فرماست، بستن دهان دیگران. این سنت رو حتی در رژیم پادشاهی دو پهلوی اینها این سنت رو حفظ کردن، این سنت رو نگه داشتن، برای اینکه خب به محض اینکه حرف و صحبت وارد مکان بشه، وارد جامعه بشه، اینا باید کاسه کوزه رو جمع کنن. صحبت اصلی اون چیزی که ما فکر میکنیم افرادی که با ما مخالفت میکنند و این مخالفتشون هم غیر اصولی است. این مخالفت قبل از اینکه انفجار شیراز به وجود بیاد موجود بود، برای اینکه دقیقاً میدونستن حرکت انجمن پادشاهی به کدوم طرف میره. زمانی که رادیو تندر تأسیس شد و من مسئولیتشو به عهده داشتم، من هم به خانم صفاری تلفن زدم، هم به آقای انصاری تلفن زدم و هم به آقای شایان کاویانی. از هر سه اینها در مراحل مختلف دعوت کردم که برنامه‌هایی برای رادیو تندر تهیه کنند و اگر مایل هستند صداشون به بچه‌های ایران برسه، برای اینکه رادیو تندر روی هاتبرد بود، همین که میگن صدای ما برسه، من همه اینا رو به اونا پیشنهاد کردم، هیچ کدوم قبول نکردن. فقط آقای شایان کاویانی یک تعارفی کرد و بعد از اون تعارف همون موند. میدونید چرا؟ برای اینکه هدف اینها، هدف هر سهشون تنها اجرای یک شوی قشنگ، یک شو که برای اونها پول، شخصیت و احترام بیاره میخوان. اینها سخنرانی رو برای کاسبی میخوان، وگرنه ما شرط و شروطی تعیین نکرده بودیم. آقا میخوایی درباره قرآن، درباره فلان صحبت کنی، آقای انصاری شما میخواین درباره کتاباتون صحبت بکنین، بفرمایید این صدا هست. نه، این مخالفت پیش از همه اینا بود. صحبت بر سر اینه که قدرت سیاسی ایران در آینده به دست چه نیروهایی خواهد افتاد. دعوا سر اینه. جنگ سیاسی است. جنگ بر سر این است که کدوم نیروی سیاسی در منطقه قدرت رو به دست خواهد گرفت. ما یک طرف دعوا هستیم. ما استقلال ایران رو میخوایم. ما میخوایم جوانان کشور بر ایران حاکم بشن. ما نمیخوایم سرنوشت مملکت به دست کنسرن‌های نفتی، بانک‌های جهانی و قدرت‌های غربی و یا شرقی بیفته. مخالفین ما یا خلاف این رو میخوان و یا اینکه در مقابل سیاست‌های بیگانه مسئولیت ندارن. به خاطر همین هم دائما اونهایی که یه مقدار صادق هستن، اونها دائما در دام راه حل‌های قلابی، مانند اینکه ما باید در خارج صدای میهن مردم ایران رو به جهانیان برسونیم. برای چی میخوای صدای ملت ایران رو به جهانیان برسونی؟ مگه جهانیان نفع و سودی دارند در آزادسازی میهن؟ شما فکر میکنید که آیا کشور آمریکا، چه دولتش چه ملتش، دولتش رو من میذارم کنار،
ملت آمریکا هیچ سودی در آزادسازی میهن ما نداره، بلکه برعکس ضرر میکنه. اگر در بازار مسگری های ایران با خیال راحت یک کارگر ایرانی 3 تا دیگ مسی بسازه و این 3 تا دیگ مسی رو بتونه در بازار ایران و یا جهان بفروشه، در کشور آمریکا کارخانجاتی که موجود هستند برای ظرف و ظروف ساختن، بازار جهانی به مقدار 3 تا دیگ از دست آمریکایی ها در رفت. کارگر آمریکایی ضرر میبینه اگر ایران آزاد بشه. نیروهایی که اکنون در ایران مسلط هستند جلوی رشد صنعتی، رشد فرهنگی و رشد اقتصادی ایران رو گرفتند و به خاطر همین تاکنون سود رسوندند به کشورهای بیگانه. 30 سال پیش وقتی کارخانه خودروسازی پیکان رو تولید میکرد، در منطقه نیز پخش میکرد. منطقه خلیج فارس تنها شرکت تولید کننده خودرو با سرویس بسیار عالی کارخانه ایران ناسیونال بود که تنها محصول، حالا با 1000 زحمت و نمیدونم مونتاژ و پونتاژ و هر چی، بالاخره در منطقه میدادن. پس از انقلاب همون مؤسسات، همون نمایندگی ها تبدیل شدن به مؤسسات و نمایندگی های تویوتو. دیگه پس از 30 سال این مسائل همه مطرح شده، همه گفته شده. قاعدتاً باید نیروهای سیاسی مسائل رو فهمیده باشن. قاعدتاً باید فهمیده باشن که ما در جهان متحدی نداریم، ما دوستی در جهان نداریم. اصولاً در جهان روابط بین کشورها بر اساس دوستی و دشمنی استوار نیست. روابط یا روابط خوب، که روابط خوب بر اساس اینه که کی به کی میتونه سود برسونه، بر اساس وین وین به قول آمریکایی‌ها. اگر سود متقابل داشتی روابط خوب هم برقرار میشه. سود متقابل نداشتی روابط برقرار نمیشه. ما با هیچ کدوم از کشورهای جهان، به خصوص با آمریکا، منافع مشترک نداریم. ما منافع مشترکی با اروپا نداریم. ما منافع مشترک با عراق داریم. ما منافع مشترک با پاکستان داریم، با کشورهای خلیج فارس داریم، با تمام همسایه هامون داریم، به خصوص با کشورهای همزبان، به خصوص با کشورهایی که از نظر فرهنگی، همین کارشناسان خودمون میگن در فرهنگ آریایی هستند، با اونها منافع مشترک داریم، فرهنگ مشترک داریم، زبان مشترک داریم، دنیای مشترک داریم. اگر اونها صدمه ببینن ما صدمه میبینیم، اگر بلایی سر ما بیاد بلایی سر اونا خواهد آمد. اما با آمریکا ما منافع مشترکی نداریم، برعکس منافعمون هم متضاد هست. با اروپا منافع مشترک نداریم، منافع ما متضاد هست. به خاطر همین هم نمیتونیم کار آزادسازی میهن رو منوط به رضایت کشورهای غربی و کشورهایی که از نظر طبیعی دشمن ما هستند، با ما تضاد منافع دارند، ما نمیتونیم سرنوشت کشور رو منوط به رضایت اونها بکنیم. به خاطر همین هست که تمام نظریه هایی که یک ور صحبتش این است که ما باید صدای خودمون رو به جهانیان برسونیم تا این جهانیان لطف کنن و برای ما شرایطی به وجود بیارن که ما بتونیم آزاد بشیم، همه از دم باطل و نارواست. تنها نظریه هایی که منوط به این میشه که ما باید روی پای خودمون بلند بشیم، دست به زانوی خودمون بزنیم و اتکا به نیروی خودمون بکنیم. تنها اون نظریه ها هستن که آینده دارن
و تنها اون نظریه ها هستند که قابل پذیرش هستند. شما نمیتونید با علم اینکه ما باید لابییست داشته باشیم و در کنگره و در سالن‌های مراکز قانونگذاری آمریکا رفت آمد بکنیم، اونجا ولو باشیم و نظر این پولیتیکرها رو جلب بکنیم. شما نمیتونید این مطالب رو بگید بدون اینکه تبلیغ وطن فروشی نکرده باشید. اصلا تبلیغ این یک نوع وطن فروشی است. شما قرار مملکت رو آزاد کنین، تو لنگ پاچه بوش و بلر یا نمیدونم حسین اوباما چی کار میکنید؟ مگه اونجا میهنه؟ تفاوت ما با دیگران دقیقاً همین تفاوت طرز فکره. ما برای آزاد کردن میهن ما از کسی اجازه نمیگیریم. ما اون چه که درسته انجام میدیم. مخالفین ما میدونن این راه درسته. ما هیچ موقع نگفتیم این راه ساده است. ما هیچ موقع نگفتیم که بیاین به ما بپیوندین و با پیوستن شما خود به خود این راه باز میشه و میهن آزاد میشه. فرود فولادوند هم نگفته. یکی از دوستان میگفت امروز که آقا این فرود فولادوند رو گندش نکن. ما گندش نمی کنیم، اون گنده هست. و حملاتی که به ما میشه به خاطر این است که از اباحت این ماجرا بکاهن. اگر فرود فولادوند چیز بی اهمیت و کوچکی است، چرا حمله میشه؟ چرا میپرن به ما؟ آقای شایان کاویانی میگه من میخوام انتقاد کنم، ما باید فرود فولادوند را هم به نقد بکشیم. خب حق میدم بهشون، باید این کاری کرد. هر کسی آزاد هست این کار رو انجام بده. اما شما به نقد نمیکشین. اگر منظورتون به نقد کشیدن بود، وارد یک بحثی میشدین و اون بحث رو آغاز میکردین، درباره خط مشی، درباره سیاست صحبت میکردین. نه، شما دروغ میگین. شما اومدین لجن پراکنی کنین، شما منافع خصوصی دارین. شما را کروشن بهتون بگم آقای شایان کاویانی، شما چک رو گرفتین. شما قصدتون لجن مالی است. شما به مثال 10 بار روی خط از اون مکان سوء استفاده کردین و گفتین افرادی هستند زندگیشون رو برای فولادوند دادند و او پولا رو برداشته در رفته یا یه چیزی شبیه همین. من همینجا به همه کسانی که زمانی در شرایطی به فرود فولادوند پول کمک کردند، خوب گوش بدین، به دوستان خودتونم بگین. تمام افرادی که زمانی به دلایلی پول کمک کردند به فرود فولادوند و الان پشیمون هستند، با مدارک با ما تماس بگیرن. ما هر چقدر اونها پول دادیم تا دهشه آخرشون رو بهشون پس میدیم. دیگه از این بهتر؟ آقا پول دادی به فولادوند گذاشته در رفته، خیلی خوب، بیا مدارک تو ارائه بده، به تارنمای تندر مراجعه کنین. اونجا هم فکس هست، هم تلفن هست، هم افرادی که با شما میتونن صحبت بکنن. شما بگین آقا من پول دادم در سال فلان، این بر اساس این مدرک ما $100 کمک کردیم، این $100 نمیخوام، پسم بدین، بفرستین، ما هم پولشو تا دهشه آخر از هر جا کجا شده تهیه میکنیم بهتون میدیم. خوبه؟ ببینیم چند نفر رجوع میکنن. آقای شایان کاویانی. اختلاف نظر و انتقاد رو مثلا آقای داریوش همایون میکنه، اون لجن پراکنی نمیکنه. یه مقدار سوادش از شما بیشتره، خیلی هم بیشتره باید بگم. ما به هیچ وجه با نظراتش موافق نیستیم. اون راه حل های متفاوتی رو ارائه میده که اصلاً با کار ما جو در نمیاد و ما فکر میکنیم نظرات ایشون نظرات کهنه و فرسوده است که به درد ایران نمیخوره. اما در چارچوب
اختلافات نظری است. شماها و امثال شما، آقای شایان گاویانی، خانم صفاری، آقای انصاری، شما هوچی هستید. به خاطر همینم به راحتی شما رو دعوت میکنم به مناظره و حتم دارم که یا شرکت نمی کنید و یا اگر هم شرکت بکنید باز مایل هستید دست به هوچیگری بزنید. به همون 2 ساعت اول یا همون لحظات اول لنگ رو میذارین و جلسه رو به هم میزنید. همتون انتریک کردن، گفتن آقا جلوی اینا رو بگیر، اینا دارن میرن و جریان رو دارن میبرن. وحشت از اینه. بی خود شما به خوبی میتونین با ما همراه بشین و سود میبرین، برای اینکه ما جریان پیروز هستیم. ما جریانی هستیم، تنها هم نیستین. اینو چیز نکنید، شنوندگان گرامی فکر نکنن ما خودمون رو مرکز تمام مسائل میدونیم. انجمن پادشاهی و این طرز تفکر تأثیر بسزایی داره، خیلی تأثیرش بالاست، میتونین راحتی باور بکنید تأثیرش بالاست. همین که این جوان میگه اینقدر این فرود فولادوند رو گنده نکن و من میگم گنده هست، برای اینکه خب تأثیراتشو در ایران داره میبینیم. کسی از این چاچوله بازا صحبت نمیکنه، از فرود فولادوند صحبت میکنن. آقای داور یک کانال باز برای ایران گذاشته، تلفن میکنن مردم. میبینید که زیادم علاقه‌ای به فرود فولادوند و نمیدونم تندر و انجمن پادشاهی نداره، ولی روی خط ایشون افرادی میان تمام مسائلی که انجمن پادشاهی داره تعریف میکنن، او هم میگه کار دیگه نمیتونه بکنه. جوی هست که صحبت انجمن پادشاهی و فرود فولادونده. وحشت هم از اینه، برای همین حمله میکنن و به خاطر اینکه حمله میکنن وقتی شما میگین که اینقدر گندش نکن. ما کی اومدیم درباره یه فرود فولادوند فقط حرف بزنیم؟ بله میشناسیم، در آمریکا افرادی میشناسیم فقط خود فرد رو دوست دارن، این فرد رو دوست دارن به هر دلیلی. روی تارنمای تندر یه بخش کوچیکی هست، صحبت‌های استاد فولادوند درباره تازی‌نامه اونجا به نوشته شده، ولی بیشتر مسائل درباره تدارکات تندر، حرکت‌های تندر و راهکارها، اسناد آموزشی، چیکار باید کرد چیکار نباید کرد، صحبت‌ها، تفسیرهای روز و اینجور مسائل. ما فولادوند نمی‌کنیم که به حق باید بکنیم، چرا نکنیم؟ وقتی مطالب درستی گفته ما به خاطر این میگیم استاد فولادوند و نه این ایرانبان و نمیدونم خردمند و فلان اینا، همینی که همین بادمجون درقابشینا در آوردن و منگوله آویزون کردن. ما به خاطر این میگیم استاد، به خاطر اینکه یک سری مطالب رو به ما یاد داده، از جمله اینکه این کشور مال ماست و این کشور رو ما باید آزاد کنیم، نباید دور دنیا را بیافتیم و به خاطر آزادی از کشورهای بیگانه گدایی کنیم. مخالفین ما اگر میخواهند ما فولادوند نکنیم، دست به تحریف نزنن، دروغهای بزرگ نگن که فولادوند این را نگفت، ایشون اینجوری کرد اونجوری کرد. چیزهایی که فولادوند گفت و چیزهایی که نگفت همش روی تارنمای تندر هست، میتونین نگاه بکنین. و این مزخرفا که استاد فولادوند گفت فقط آخونده رو عبه میبری، غلط کردین شما. بیش از 2 ساله که از تمام رسانه‌های انجمن پادشاهی اخطار داده شده به پاسدار و بسیجی که بپیوند، نپیوندی نابود میشی. آخوند کشته بشه، اونا کشته نشن. وقتی این صحبت ها از زبان چه کسانی در میاد؟ از زبان افرادی در میاد
که در جریان قتل عام این افراد در نوار غزه عشق میکردن، لذت میبردن که اسرائیلی ها اونجا رو بمباران کردن. این افراد، اسرائیلی ها اجازه دارن فلسطینی ها در نوار غزه رو قتل عام بکنن؟ حالا درست یا غلط من نمیدونم، البته میدونم غلط، روک و روشن اینجا بگیم. اونها اجازه دارن و عملی نیکوست، هم کف میزنن همین چاچوله بازها، اما پاسدار و بسیجی رو نباید دست بزنیم. اینها شیعیان محترمند، یا به قول این یارو مرتیکه بچه های ایران. اینا بچه های ایران نیستن، اینا بچه های اسلامن و تا زمانی که زیر ماهتحت اینا بمب منفجر نشه صرف میکنه در ایران مسلمون شدن. جمهوری اسلامی از پول من و تو این افراد رو بسیج میکنه و بسیج فعال میکنه، یعنی اینا باید روزانه گزارش بدن، روزانه فعالیت بکنن، روزانه عملیات انجام بدن زیر نظارت پاسدار. پاسدار و بسیجی یکی شده. اگر خوابین، اگر اطلاع ندارین بیدار شین، این اطلاعات رو دریابید. پاسدار و بسیجی یکی شده. مرکزیت سپاه پاسداران استانی شده، یعنی هر استانی به خودی خود میتونه عملیات انجام بده، مجبور نیست از مرکز دستور بگه. بهش میگن طرح موزاییک. از پول من و تو به اینها مواجب میدن، به اینها امکانات میدن. بنابراین برای یک جوون ایرانی صرف میکنه بسیج فعال بشه. از همین بسیجی استفاده میکنن، تو سر من و تو میزنن، تو سر انجمنها میزنن، تو سر جوانها میزنن و تمام هر گونه مبارزات مدنی رو توسط اونها سرکوب میکنن. اصلا به جریانات انتظامی نمیرسه. یه مش بسیجی رو میفرستن وسط اونها هم شروع میکنن زدن. اگر مخالفت کنی، اگر مشت مقابل بزنی، میگیرن میبرنت بر اساس قانون، چون امنیت رو به هم زدی، میبرنت میندازنت زندان. البته برای شما ابلهان خوراک تبلیغاتی، شما میتونین عکساشو بگیرین در تلویزیوناتون پخش بکنین و شیون زاری بکنین که این اسلام چقدر سربره، این چقدر بده، این چقدر فلانه. هم کاری که 24 ساعته داره انجام میده. در این شرایط باید این معادله رو به هم زد. این معادله رو زمانی میتونی به هم بزنی که دیگه صرف نکنه بری بسیجی فعال بشی. بسیجی فعال بشی، اولا سربازیت کوتاه میشه، دوما سهمیه داری توی دانشگاه، سوما اگر یه خود بی شرف و بی وجدان باشی، خوب دانشجوها رو بزنی، خب به مقامات بالاتر هم میرسی. شاید همون یه ضرب بری توی شهرداری، از شهرداری هم بری بالا، یه زمانی هم رئیس جمهور بشی. راه ترقی اون بره. ما این معادله رو به هم میزنیم. هدف ما این است که کاری بکنیم دیگه صرف نداشته باشه بری بسیجی بشی. و این کار مرحله دوم تندره. آقای پاسدار، آقای بسیجی، این سخنان من رو نگهداری کن، بهش گوش بده. با خانواده شما هستن، سخنان من رو باید به شما بگن. خانواده هاتون به اهورامزدای ایران سوگند، اگر در کنار مردم ایران قرار نگیرید برای خود و خانواده شما فاجعه تدارک دیده میشه. اگر در کنار مردم قرار بگیرید روی سر شخص من و همه فرزندان خوب ایران خواهید بود. این جان کلامه. اگر دوست دارید که خود و خانواده‌تون با فاجعه‌ای بسیار بسیار دردناک مواجه بشید. در پایان پیامی دارم برای یاران سابق، نمیدونم یاران سابق، اینو زیاد من اطلاع ندارم، یاران سابق، یاران جدید، در هر صورت افرادی که
طعمه این تبلیغات شوم، تبلیغاتی که اصلا خود فرود فولادوند و انجمن پادشاهی مد نظرشون نیست، تبلیغاتی که آسایش و خوشبختی همیهنان ما در آینده مد نظرشونه، اون رو میخوان بزنن. پیام من به جناب بابک شماره 5: شما در یکی از پیام هاتون که برای عام قابل دسترس کردید گفتید که همین حرفی که این آقای مسعود میزند که فرود فولادوند معتقد بود که فقط سران رژیم رو باید زد. من نمیدونم این حرف رو شما روی چه حسابی میزنید. شما از همه بهتر باید بدونید که اینطوری درست نیست، این حرف درست نیست، هیچ واقعیتی نداره. شما از همه باید بهتر بدونید که شرایط کنونی میهن به شیوه‌ای است که اگر میخوای به جلو بری باید این سد، همینی که الان توضیح دادم، سدی که جمهوری اسلامی و در هر رژیم دیکتاتوری به وجود میاره رو باید بشکنی. شما با اون آخوند زمانی دسترسی پیدا خواهید کرد که همانند بهمن جازویه تمام محافظین و اون رو از بین ببری و خودت رو نزدیک بکنی. این محافظین بسیجی است و پاسداره. اگر واقعا معتقد هستید، من جمشید دارم به شما میگم، جناب آقای بابک 5، اگر واقعا معتقد هستید که فرود فولادوند برای این آمد که زمانی، در یک زمانی که معلوم نیست کی هست این زمان، سران حکومت و آخوندها به قول شما از بین بره، اگر کوچکترین مدرکی شما در این زمینه ارائه دادید، من شما رو به عنوان رهبر هر چی که میخواین، هر چی که قرار است بشه، من پیرو شما میشم. شما و امثال افرادی مانند شما به هر دلیلی که نمیخوام درباره‌اش صحبت بکنم در مخمسه‌ای قرار گرفتید که از سویی میخواهید برای میهنتون کار بکنید، از سویی میدونید که همه این حرفایی که دشمنان میزنن مزخرفه، ولی از سوی دیگر قادر به قدم به پیش گذاشتن نیستید. به خاطر همین هم دورور افرادی خبیث، افرادی دشمن ما میپلکید و اونها هم از شما استفاده میکنند و توفاله شما را به بیرون پرت میکنند. من نمیدونم آیا از آمدن روی خط آقای شایان کاویانی لذت بردید و یا ناراحت شدید. من فکر میکنم اگر یک ذره، یک جو شرافت داشته باشید که اطمینان دارم بیشتر از این دارید، حرف من رو تصدیق میکنید و در طول هفته یار خوب ما آتش مایل هست با شما تماس بگیره. شماره تلفن ایشون روی تارنمای تندر هست. منتظر تماس شما هستیم. خب این برنامه 1 ساعته ما به پایان میرسه. برنامه‌های ما از سوی گفتیم بین ساعت 3 تا 4 روزهای شنبه یک شنبه، ولی گویا این ساعات زیاد مناسب نیست. به خاطر همین هم خواستیم از جناب امیدوار که 1 ساعت دیگری رو بدین، چون او بیننده های تلویزیون رو بهتر میشناسه و ما خواستیم که در ساعاتی باشه که افراد مورد علاقمون حرفای ما رو بشنون.
این ساعت گاهی 10 شب به وقت لس آنجلس میشه، گاهی صبح میشه. هنوز ما بین بچه زنبابا این ور اون ور فرستاده میشیم. امیدواریم یارانی که به نحوی از آنها صدای ما رو میشنون با ما تماس بگیرن جهت تنظیم ساعتها و هماهنگی با جناب آقای امیدوار. در آخر میخوام با آهنگی از شما خداحافظی بکنم و اون هم آهنگ بسیار زیبایی است از خواننده تندری به نام پسر بد که امشب نمیخوام یکی از آهنگ‌های مبارزش رو به شما معرفی کنم، بلکه آهنگی رو میخوام معرفی کنم به نام بتکون. هیچ ربطی به مبارزه نداره، داستان عشق و عاشقی و بیشتر اروتیک بین یک پسر جوان و یک دختر نمکی زیبای ایرانی است. خب این وقت شب هم هست، امیدوارم پیرمرد پیرزن‌ها خوابیده باشند تا جوان‌ها بتونن این آهنگ رو گوش بدن، تماشا کنن، لذت ببرن. این چیزی است، روابطی است که ما در آینده کشور برای جوانای خودمون آرزو میکنیم و بسیار زیباست. بدرود با شما، پاینده ایران و کوبنده تندر. دختر جون، بالاخره با این کارا و حرفات دل ما رو قاب زدی. یه چیزی رو بهتره بدونی، اونم اینه که بهتر از خودت هیچ جای دنیا پیدا نمیشه. آره حالا پاشون که میشه پلت بسن بکنم کمان. شلوار تنگاتی کشیدی بالا و دم صبحاتی زدی بیرون مثل سیندرلا ناصر از همیشه سر شدی جلو پامالا بدون سلام فقط بیا تو بغلم جگر طلا. نیدم تا حالا تو عمرم چیزی به قسم تو، اینا واسه من ساختم فقط تنها جسم تو. قبلی رو دوستش نداشتم حتی نصف تو، دلم رفت از وقتی که گفتی توی گوشم و نصف تو. منم میخوام درک میکنم مثل تو، یه عمر میگردم دنبال یکی مثل تو. ناز و دست و دل باز و پونده رو وله وزه شد و میرم یه دور بزنم بده سویچ بنز تو. عشق و کوفت و زهر ما رو بذار کنار، بذار یکی دو دقیقه خوش باشیم عزیز دل منو. میگذره مثل برق و باد بر نمیگرده، پس چرا نباشیم شکی میگه ها. چینه دخت چینت فدای ناز و ادا و قرفر همچینت به پاتر چی بریزم بازم کمه بس که خوشگلی همه دنیا رو واسه به بالینت. نمیخوام اصلا یه دم بد بگذره تو فکرم که کادا چی بدم بهتره. بلیت دور دنیا رو گرفتم برات یه سر که این ویکه نیستم و حوصلت سر نره دختر. رو چشای خوشگلت جادوم کرد، جا دیگری فقط داری یک جارو کم که بشینیم روشو بریم یک جا با هم بکنیم خوشی دنیا رو یک جا با هم. بشین تو بغلم جیگرم میخوام چه لباتو بچینم دلتو ببرم. آخ که چه خستمه بیه که تا دیر نشده باز یا خاکی بریزم به سرم بلقه دستمه. Just take me, dance with me, baby boy you make me so crazy.
میشه میزنه دوم دوم، تو که باشی میزنه بوم بوم. که شب میشه باز بریم بالا پشت بوم، بشینی تو بغل ما بشماری ستاره ها رو تا صبح دون دون بیتون بوم. ببی گرل تو عشق منی نکنه که یه هاو بزنی و دلمو بشکنی، کافیه خبر بیاد یکی دیگر دیدن بهات، نه و بابات جفتشو میشینم به عذاب. تو این قطع میتون رپ کردم که دهنم کف کرد، یه لیوانا به سر بده من مستفتر، یه پنده به درد بخوره بشنه دختر، خاصی بچه رپشه بخور تخم کفتر. ناسافیتی ستم به پام نمیرسن تو رپ، باور نداری با دیاری بزن راجبش گب. یه طرفم میخونه بام پی دی دی و یه طرفم داد میزنه باست رم just make it clap. Baby boy, you make me so crazy. I wanna be your destiny. So if you want me, just take me. Dance with me. Baby boy, you make me so crazy. I wanna be your destiny. So if you want me, just take me. Dance with me. Baby boy, you make me so crazy. I wanna be your destiny. So if you want me, just take me. Dance with me, baby boy, you make me so crazy. I wanna be your destiny. So if you want me, just take me.